سلام، من زهرا حاجی باقری هستم. سلام، من هم فرشته باقری هستم. ما مدرس زبان فارسی هستیم. من و فرشته این دوره رو برای کسانی که دوست دارن زبان فارسی رو یاد بگیرن آماده کردیم. به کمک این دوره شما یاد میگیرین به فارسی صحبت کنین، بنویسین، بخونین و بشنوین. ما دوره آموزش زبان فارسی رو در 6 سطح طراحی کردیم و شما میتونید هر سطح رو در 6 هفته یاد بگیرین. در روز اول هر بخش شما با واژه‌های جدید آشنا میشین و بعد هم یک گفتگو میبینین. در روز دوم مدرسان ما یک نکته دستوری به شما یاد میدن. روز سوم باز هم یک گفتگو میبینین. و روز چهارم دوباره با واژه‌های جدید آشنا میشین و بعد یک گفتگو داریم. روز پنجم باز هم از مدرسان ما یک نکته دستوری جدید یاد میگیریم. روز ششم یک متن خواندن داریم. در پایان همه این روزها هم ما برای شما تعدادی تمرین طراحی کردیم تا بتونین مطالبی رو که یاد گرفتین مرور کنین. روز هفتم روز مرور و تمرینه. در پایان اون هم آزمونک مربوط به اون بخش رو انجام میدین. امیدوارم این دوره به شما کمک کنه زبان فارسی رو به خوبی یاد بگیرین. من هم امیدوارم از این دوره لذت ببرین. خدا نگهدار.